گزارش از طرف BBC است که یک مرد هلمندی دختر 6 ساله‌اش در بدل $2500 به عنوان عروس فروخته است. واقعا به یک خانم که 12 یا 13 ساله عمر داشته باشه، از دیدگاه شما بالای چی میگذره وقتی که از زندگی طفولیت به دنیای بزرگسالی پرتاب میشن؟ یک طفل نمیتونه استدلال کنه که مثلا چی رخ میده یا شاید اونس میگیره. به این مشکلی که ما امروز دربارش صحبت کردیم که به سن کم دخترها را به عروسی میتن، راه هر چیز چی باید شود؟ باید یک قانون گذاشته شود روی مسئله. قانون ساختن گپ خوب است ولی قانون کی عملی میکنه؟ از تمام والدین میخوایم که لطفاً استقلالیت بر اولادایتان بدین. اونا را مجبور به خاطر مشکلات روانی و حسادت ها و فرهنگ ناپسندی که داریم، اونا را مجبور به همچون عروسی ها نکنن.